رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستداران و بینندگان برنامه لحظه های آسمانی. درست در ماه رمضان قرار داریم، ماه رحمت، ماه بخشش، ماهی که از آسمان و از زمین نوای بخشش رب متعال به گوش میرسد. خداوند منان شکرگزار هستم که یک فرصت دیگر داد در برنامه لحظه های آسمانی با شما باشم و مهمان امروز ما استاد عزیز، استاد گرامی، استاد دلها، جناب استاد محمد انصاری هستند. سلام علیکم و رحمت الله. استاد خوش آمدین، صفا بردین به استودیوی خودتان. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. زنده و سلامت باشید. استاد ایام رمضان چطور تیر میشه؟ الحمدلله میگذرد. استاد بس این رقم آغاز میکنیم که انسان خداوند اشرف مخلوقات خلق کرده و در بهترین وجه خلق کرده، پس میان خالق و مخلوق رابطه می باشه. درباره از این رابطه میخواهیم که هم برای دوستا و هم بحث داشته باشیم در این باره. اول بحث میخواهیم از اینجا با شما آغاز کنیم که محبت الله به بنده چگونه است؟ در این باره اگر بر ما توضیحات داشته باشید. الله سبحانه و تعالی از بین همه مخلوقات، همه کائنات، بله. انسان این موجود کوچک را انتخاب کرد و مورد خطاب قرار داد. اگر ما از نگاه کیهان شناسی بیایم موقعیت زمین در بین سیارات و کواکب و منظومه هایی که وجود دارد یا حتی در بین همین منظومه شمسی که خود ما زندگی میکنیم، بله. زمین مانند یک نقطه است در مقابل کواکب عظیم و بزرگ، در مقابل خورشید، در مقابل کهکشان هایی که وجود دارد. و در این زمین پهناور و بزرگ برای ما که در مقابل بقیه سیارات چیزی نیست، موجودی به نام انسان رو الله سبحانه و تعالی انتخاب می کند. بله. و این نشان دهنده محبت الله سبحانه و تعالی به این موجود است. موجودی که الله سبحانه و تعالی آفرید و از روح خود در آن دمید. و حتی وقتی که این موجود را خلق کرد، الله سبحانه و تعالی ملائکه، بله، یکی از مخلوقات عظیم و بزرگ الله سبحانه و تعالی را که نافرمانی نمی کنن، گناه نمی کنن و همیشه در خدمت الله سبحانه و تعالی و ذکر و تسبیح الله سبحانه و تعالی را می کنن، آنها را امر کرد که به این موجود سجده بکنن. بله. و بعد از آن در بین همه مخلوقات انسان رو به عنوان خلیفه در زمین قرار داد. خلیفه به معنی جانشین الله سبحانه و تعالی نیست، به معنی این است که الله سبحانه و تعالی انسان را انتخاب کرد که اوامر و نواهی الله سبحانه و تعالی را با آن هدفی که برایش خلق شده است را در زمین اجرا بکند. بله. هدف از خلقت انسان چیست؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف عبادت است و این انسان بود که این عبادت الله سبحانه و تعالی را و عظمت الله سبحانه و تعالی را به بهترین شکل در این دنیا به اجرا درآورد. ما در بین همه موجودات می‌بینیم که در یک وضعیتی زندگی می‌کنن، می‌میرن، قرن‌ها، سال‌هاست. بله. بر همین شکل تولید مثل میکنن، بزرگ میشوند و از دنیا میروند، اما هیچ گونه پیشرفت و ترقی و به اصطلاح تغییراتی در این کره زمین ایجاد نمیکنن. برعکس انسان
موجودی که همیشه در حالت تطور است، همیشه در حالت پیشرفت است، همیشه در حالت ترقی است. الله سبحانه و تعالی از بین همه این کائنات این موجود را انتخاب می کند. یا ایها الناس، ای انسان، ای بشر، یا ایها الذین آمنو. این خطاب الله سبحانه و تعالی نشان دهنده این است که این انسان، این موجود و ما در نزد الله سبحانه و تعالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستیم و الله سبحانه و تعالی ما را دوست دارد. برعکس این که عده‌ای از مردم فکر میکنن که الله سبحانه و تعالی موجودات و خاصتا انسان رو فقط برای اینکه گرفتار بکند، مبتلا بکند، عذاب بکند، برای اینها نیافریده است، بلکه الله سبحانه و تعالی انسان را دوست دارد و الله سبحانه و تعالی دوست ندارد که هیچ موجودی را، انسان را عذاب بکند و این محبتی است که الله سبحانه و تعالی به بشر یا به انسان دارد و در مقابل هر انسان وظیفه دارد که متقابلا نسبت به الله سبحانه و تعالی این محبت و این دوستی را حفظ بکند و داشته باشد. محبت الله سبحانه و تعالی روح اعمال انسان است. چی معنی استاد؟ ببینید وقتی که شما میخواید یک عملی رو انجام بدید برای یک انسانی که ولله مثل الاعلی، من این مثال رو میذارم به خاطر اینکه متوجه بشن بینندگان عزیز، ما میخوایم یک عملی رو انجام بدیم برای یک انسانی که خیلی دوستش داریم. بله. خواهرمان، برادرمان، همسرمان، فرزندمان، خیلی دوستش داریم، میخوایم براش یک کاری رو انجام بدیم. سعی میکنیم این کار رو به بهترین شکل و با اتقان به شکل صحیح و درست انجام بدهیم تا نشانه محبت خود را برای آن طرف اظهار بکنیم. بله. مثلا اگر که مادر شما از شما چیزی بخواهد به خاطر اینکه مادرت رو زیاد دوست داری، طبیعتاً میری اون کاری رو که امر کرده به بهترین شکل انجام میدی. برعکس اگر انسان کسی رو دوست نداشته باشه، بله، به انسان یک امری بکنه، انسان درست است شاید مجبوراً این کار رو انجام بده، اما همینطور سرسری انجام میداد که بله. کاری که نه خودش خیر ببیند و نه طرف مقابل. بله. به خاطر همین همه عبادت هایی رو که ما برای الله سبحانه و تعالی انجام میدهیم و الله سبحانه و تعالی به این عبادت های ما نیازی ندارد، نه نیازی به نماز ما دارد، نه نیازی به روزه، زکات، به حج. حتی در حدیث میگه که الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد که ما گرسنگی و تشنگی بکشیم، بلکه هدف از همه این عبادت ها این است که با به مرتبه چی برسیم؟ تقوا برسیم. مرتبه تقوا اعلاترین درجه محبت به الله سبحانه و تعالی است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. برای چی؟ لعلکم تتقون. نگفته به خاطر اینکه شما گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، کم خوابی بکشید، به خاطر اینکه شما به مرتبه تقوا برسید. انسان وقتی به مرتبه تقوا میرسد که همه این اعمال رو با یک محبتی از درون انجام بدهد. نماز بخواند، نمازی که واقعا در این نماز روح نماز واقعی وجود داشته باشد. بله. شما میدونید که نماز خواندن در حدیث صحیح روایت است که انسان وقتی نماز میخواند انگار با الله سبحانه و تعالی سخن میگه. بله. وقتی میگه الحمدلله رب العالمین، الله سبحانه و تعالی حمدنی عبدی. وقتی میگه الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مجدنی عبدی. همه این آیاتی که ما تلاوت میکنیم در نماز، اینها که انه گفتگویی است بین کی؟ خالق و مخلوق. بین خالق و مخلوق. بله. این لذت رو کی احساس میکند؟ که نماز را با آن شرایطش، با آن ضوابطش و به شکل صحیح انجام بده. بعضی هستن در مسجد یا در خانه بله طوری نماز میخواند که انگار کسی رو دنبال کرده، یا طوری نماز میخواند انگار که یک چیز زورکی است بعد این رو انجام بدهد و
فقط تمام. انجام به تو بره. یا گاهی مثلا حتی در این ماه رمضان در بعضی از مساجد شاهد بعضی از نمازهای تراویح هستیم که فقط یک آیه در یک رکعت میخوانن و مردم افتخار هم میکنن که بله مسجد ما در 15 دقیقه خوان، و یکی میگه مسجد ما در 20 دقیقه خوان، میگه مسجد ما در 25 دقیقه خوان. این نماز نیست. هدف چی است از این نماز خواندن؟ هدف گفتگو با پروردگار است. شما اگر کسی رو دوست داشته باشید و بعد از مدت‌ها به شما زنگ بزند، دوست دارید که یک سلام علیک بکند و تلفن رو قطع بکند، میگه نه صبر کن تازه بعد از سال‌ها تو به ما زنگ زدی. سعی میکنید این صحبت طولانی شود. انسان با معشوقش، با محبوبش، با کسی که دوست دارد میخواد صحبت طولانی شود، دقایق، ساعت‌ها طوری میگذرد که انسان اصلا متوجه نیست. اگر واقعا این نمازی که ما میخوانیم، این تراویح که میخوانیم، آن نماز تراویح باشد که ما احساسی داشته باشیم که داریم با کسی که او ما را دوست دارد و ما او را دوست داریم این عبادت را انجام میدیم، سعی میکنیم طولانی باشد. چند روز پیش گفتگویی بود در مورد تراویح 8 رکعت باشد یا 20 رکعت باشد. در برنامه بود با جناب حضرت مولانا عبدالسلام آمد. بله. یک مسئله جالبی نظر من رو جلب کرد. امروز صبح که دوستان پیامی داده بود، حدیث رو در اونجا ذکر کردن که کسی که با امام از نماز منصرف شود پاداش کامل قیام رو میگیرد. شأن نزول این یا شأن به اصطلاح ذکر این حدیث میدانی چی است؟ نه خیر. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک گاهی اوقات مثلا 8 رکعت خواندن، گاهی اوقات 20 رکعت خواندن. وقتی که نماز رو کوتاه می‌خواندن، صحابه میگفتن یا رسول الله نماز رو طولانی تر بکنید. یعنی 8 رکعت کافی 20 رکعت بخوانید. برعکس جوامع ما امروز که مردم سعی میکنن که هرچی بیشتر نماز رو امپیتری بکنن، کوتاه‌تر بکنن. بله. اول 20 بود و بعد شد نمیدونم 13 و بعد شد 8 و الان کم کم سر و صدایی از این طرف آن طرف میشنیم که بابا نماز تراویح حالا نیازم نیست، حالا اگر خواندی نخواندی. بانه‌های مختلف یک فرصتی است که انسان با محبوبش، با کسی که او رو دوست دارد، با کسی که به او عشق می‌ورزد میخواد صحبت بکند و سعی ما باید بر این باشد که این نماز ما، این عبادت ما، این گفتگوی ما طولانی تر باشد. ما در سیرت صحابه و سلف صالح می‌بینیم که نمازهایشان طولانی بود. شب تا صبح مثلا نماز می‌خواندن. در یک رکعت نماز مثلا سوره بقره رو می‌خواندن. برای ما امروز اصلا تصورش ممکن چطور امکان دارد یک نفر در یک رکعت نه در نماز تراویح مثلا سوره بقره رو بخواند؟ چرا تصورش ممکن نیست؟ چون اون محبتی که آنها نسبت به پروردگارشان داشتن، آن عشق و علاقه‌ای که نسبت به ذات اقدس الهی داشتن، اون عشق و علاقه در ما نیست. اگر آن عشق و علاقه و آن محبت متبادل در ما وجود داشته باشد، ما از عبادت خسته نمیشیم. اگر این احساس رو ما داشته باشیم که این نمازی رو که تا الان داری با سرعت میخوانی، به خاطر چی؟ به خاطر که زودتر سر کارت بری، به خاطر که کار دنیایی خود رو انجام بدهی، بله. به خاطر که پول بیشتری به دست بیاری، به خاطر که بری مغازت رو باز بکنی، به خاطر اینکه بری یک عملی رو که از اعمال دنیوی است انجام بدی. اگر ما این تصور رو داشته باشیم که موفقیت ما در این عمل، موفقیت ما در این کاروبار، موفقیت ما در زندگی ما در دنیا وابسته است به چی؟ به توفیق الله سبحانه و تعالی. این الله هست که به ما توفیق میدهد تا در زندگی خود کامیاب باشیم. به این توفیق را کی به ما میدهد؟ وقتی که آن طوری که شایسته است الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. اگر این انسان تصور رو در خودش ایجاد بکنه که من در مقابل کسی نماز میخوانم که بله. همه موفقیت ها و کامیابی های دنیا در گرو اختیار اوست، هیچ وقت نماز رو با اون سرعتی که میبینیم نمیخواند، بلکه با جان و دل نماز رو میخواند. و این توفیقی است که الله سبحانه و تعالی نصیب کسانی میکند که عبادت الله سبحانه و تعالی رو به شکل صحیح انجام بدن. در هر نماز و در هر رکعت
آیه ای را ما میخوانیم اما اصلا در این تفکر نمی کنیم، تدبر نمی کنیم. چرا افلا یتدبرون القرآن؟ چرا در قرآن تفکر نمی کنیم؟ این تفکر و تدبر چی است در قرآن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. باور کنید تنها همین آیه اگر از قرآن کریم نازل می شد برای بشر کافی بود. توحید در این آیه است، عبادت در این آیه است، اخلاق در این آیه است، ارتباط بین خالق و مخلوق در این آیه است. ایاک نعبد، تنها تو را عبادت میکنیم. همه عبادت ها رو خاص برای کی انجام میدهیم؟ برای الله سبحانه و تعالی. و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. اگر ما ببینید این آیه رو میخوانیم اما چون تدبر نیست، نماز رو با عجله میخوانیم، عبادت های ما اون رنگ و بویی رو که باید داشته باشد ندارد، آن اخلاص، آن صدق و آن امانت نیست در عبادت ها. به خاطر چی؟ چون معنی این آیه رو درک نکردیم. چون تنها استعانت، تنها کمک، تنها استغاثه از کی است؟ از الله سبحانه و تعالی. همه اینها در اختیار کی است؟ رب متعال. در اختیار الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی است که میتواند به ما توفیق بدهد، میتواند ما را در این زندگی موفق و کامیاب داشته باشد. و همچنین هدایت تنها به دست الله سبحانه و تعالی است. به خاطر همین در سوره فاتحه چی میگیم؟ اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه راست، به راه درست هدایت بکن. یکی از نتایج محبت بین بنده و الله سبحانه و تعالی این است که الله سبحانه و تعالی بنده ای رو که دوست داشته باشد به راه درست هدایت میکند. ببینید در دور و بر شما خیلی از انسان ها هستند که امکانات علمی دارن، امکانات مادی دارن، اما در بین این انسان ها شما میبینید که تعداد انگشت شماری هستند که آن سعادتی که نیاز انسان هست رو چه روحی، چه مادی، چه روانی در زندگی خود احساس میکنن و از آن لذت میبرن. سبب میدانید چی است؟ هدایت الله سبحانه و تعالی. تعداد زیادی هستند علمایی که از دانشگاه‌های اسلامی، از مدارس اسلامی فارغ میشن. زیاد انسان‌هایی هستند که در تخصص‌های مختلف درس خواندن، علم حاصل کردن. چند نفر از اینها رو میبینید که الله سبحانه و تعالی آنها را هدایت داده که از آنها در راه دینش استفاده بکنند؟ اندک شمار. مثلا میبینیم در یک ولایت یک شخص است یا دو شخص است. این هدایتی است که الله سبحانه و تعالی بنده ای را که دوست داشته باشد این هدایت را نصیب او میکند. به این نعمت بزرگی است، نعمت هدایت از طرف الله سبحانه و تعالی. الله سبحانه و تعالی وقتی که انسان را به راه درست، به راه صحیح، به راهی که منتهی می شود به فوز و فلاح و رستگاری و جنت هدایت بکند، این بزرگترین نعمت است. و یکی از دستاوردهای محبت بین بنده و پروردگارش این است که الله سبحانه و تعالی او رو چیکار میکند؟ به راه راست هدایت میکند. دیگر استجابت دعا. شنیدیم زیاد در تاریخ میگن فلان بنده الله سبحانه و تعالی فلان ولی بود که مستجاب الدعوه بود، یعنی هر دعایی که میکرد الله سبحانه و تعالی استجابت میکرد. این استجابت در دعا چگونه به دست میآید؟ آیا مثل سیب زمینی و پیاز باید بری از بازار بخری این رو؟ آیا در مدارس دینی و در دانشگاه ها تدریس می شود استجابت؟ آیا انسان می تواند مثلا برود این استجابت را از جایی کسب بکند؟ این از جانب الله سبحانه و تعالی است. این استجابت وقتی است که الله سبحانه و تعالی بنده ای رو دوست داشته باشد و بنده را وقتی الله سبحانه و تعالی دوست می داشته باشد که این بنده پروردگارش را دوست داشته باشد و اوامر و نواهی و عباداتی که الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده است را انجام بده. پس در اون صورت انسان می شود مستجاب الدعوه. یعنی چی؟ یعنی میگه پروردگارا مشکلات من را حل بکن. الله سبحانه و تعالی حل می کند. پروردگارا بیماری ما را شفا بده. یا که از مردم میرن پیش کسی. ما میریم یکی از انواع توسل جایز این است که انسان متوسل می شود به دعای کی؟ به دعای انسان صالح.
یعنی چی؟ یعنی توسل به اسما و صفات الله سبحانه و تعالی جایز است، توسل به اعمال صالحی که انسان انجام داده است جایز است، توسل به دعای انسان صالح جایز است. چرا میری پیش یک انسان خوب، متقی، پرهیزگار میگه برای من دعا بکن؟ چون یقین داری که الله سبحانه و تعالی دعای او را قبول میکند. این قبولی دعا، این استجابت دعا رو چگونه این انسان به دست آورده است؟ به خاطر محبتی که به الله داشته است، به خاطر اون مرتبه‌ای که به آن رسیده است. گفتیم همه عبادت‌ها انسان را به کدام مرتبه میرساند؟ تقوا. وقتی انسان به مرتبه تقوا رسید چی میشود؟ محبوب خدا. وقتی که محبوب الله سبحانه و تعالی شد، هر چه از الله بخواهد میدهد. بله. بیایید حدیث رو با هم مرور بکنیم. در حدیث قدسی رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان الله سبحانه و تعالی میفرمایند که وقتی بنده من ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیه، وقتی فرائض را انجام میداد، بله. عبادت هایی رو که الله سبحانه و تعالی به ما فرض کرده است بله. انجام میداد، الله سبحانه و تعالی چی میشه؟ این شخص رو دوست میدارد. بله. این میشه محبوب الله سبحانه و تعالی. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. انقدر این بنده من فرض را انجام داده است، عبادت های بله. که ارکان دین هست انجام داده است و بعد از اون نوافل رو انجام داده است، به مرتبه میرسد که الله سبحانه و تعالی این شخص رو چیکار میکند؟ دوست میدارد. یعنی مرتبه است که وقتی انسان تصور میکند که چطور الله سبحانه و تعالی انسان رو دوست خواهد داشت. فاذا احببته، وقتی که میگه وقتی که بندم را دوست بدارم، کنت سمعه الذی یسمع به، یعنی الله سبحانه و تعالی در شنوایی او چنان برکتی ایجاد میکند، چنان نوری ایجاد میکند که این بنده هرچه بشنود. مثلا ما گاهی اوقات میبینیم انسان‌های کور هستن اما حافظ قرآن هستن، انسان‌های کور هستن حافظ سنت هستن. این برکتی است که الله سبحانه و تعالی در سمع اینا ایجاد کرده است. وقتی این برکت در گوش این انسان ایجاد شد، موسیقی نمیشنود، سخن زشت نمیشنود، لهو و لعب نمیشنود. این گوش فقط چیزهای خوب میشنود. بله. قرآن میشنود، حرف دین میشنود، علم نافع میشنود، بله. سخن انسانهای صالح رو میشنود. بعضی انسانها شاید دیده باشید وقتی که قرآن بگذاری میگه کسی مرده، خاموش کن، دلم تنگ شد. این انسان چی است؟ این انسان به اندازه‌ای مبغوض الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی سخن نیک را در گوش این بد جلوه میداد. برعکس بعضی انسان‌ها از تلاوت قرآن، از صدای کلام الله لذت میبرند، دوست دارن بیشتر گوش بکنن. بعد از اون میفرماید که و بصره الذی یبصر به، الله سبحانه و تعالی به چشم این انسان برکت میاندازد، نوری را در چشم این قرار میدهد که این چشم فقط چیزهای خوب میبیند، به چیزهای بد نگاه نمی کند. سبحان الله. از چیزهای بد نظر خود را میپوشاند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در اون موقع است که در چشم این انسان تجلی می کند. هرگاه چیز ناشایستی رو دید، چیز زشتی رو دید، چشم خود را میبندد. و یده التي یبطش به، الله سبحانه و تعالی در دست این انسان برکت ایجاد می کند. والا میگیم که بریم از فلان چیز رو بخریم که دستش برکت داره. بله. چرا میگیم دستش برکت داره؟ چیزی رو که از این انسان میخری، تو استفاده میکنی، سالها در خانه تو مورد استفاده قرار میگیره، خراب نمیشه، چون این بنده نیک است، بنده متقی و پرهیزگار است. الله سبحانه و تعالی حتی به چیزهایی که دست این انسان ساخته است برکت انداخته است. و بعد از اون الله سبحانه و تعالی میفرماید که و رجله التي یمشی بها، پایی که الله سبحانه و تعالی میگه در پای این برکت ایجاد میکند، نوری رو قرار میدهد که این انسان با این پای خود فقط به طرف اعمال نیک و شایسته میرود.
گاهی اوقات میبینی اگه انسان خیلی پولدار است، صاحب منصب است، صاحب جاه هست، اما در پی این است که مشکلات مردم را حل بکند، بله. کمک بکند، ببینم پای پیاده مثلا برود پشت خانه‌های مردم، با اونها کمک بکند، به مستمندان، به محتاجان. این برکت چطور در زندگی این ایجاد شده است که این پای را الله سبحانه و تعالی مسخر کرده است به خاطر این اعمال خوب، به خاطر اینکه الله سبحانه و تعالی رو دوست دارد. پس همه وجودش در چی است؟ در اختیار الله سبحانه و تعالی است، در خدمت خلق است، در خدمت الله است، در خدمت دین الله سبحانه و تعالی. ببین در یک آیه ما داریم الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. به این مرتبه چطور انسان باید برسه که نماز من، قربانی من، همه عبادات من، مرگ و زندگی من، مرگ و زندگی یعنی چی؟ زندگی من، همه چیز من، هر چی که داره برای کی هست؟ لله رب العالمین. پول داره، این محبت پول در دلش نیست. بله. این پول رو فکر میکنه که نعمتی است که الله سبحانه و تعالی بهش داده که به وسیله این نعمت چیکار بکنه؟ به خلق خدا خدمت بکنه. به خاطر همین یکی رو میبینی پول داره، در خدمت خلق الله سبحانه و تعالی، در خدمت انسانیت، بشریت است. و کسی رو خداوند پول داده فقط در خدمت شهوت و هوای نفس خودش است. این توفیق الله سبحانه و تعالی است که حتی پول تو رو، زندگی تو رو، هر چی که داری رو در راه دین، در راه اسلام. وقتی میگیم در راه دین، مردم در فکر نکنن که والا وقتی گفتیم در راه دین حتما فقط در راه مدارس دینی، در راه نمیدونم مسجد و مدرسه. بله. یک نفر میره به اصطلاح بیمارستان، یک شفاخانه که در آن بیماران به اصطلاح به شکل مجانی یا با قیمت کم علاج میشوند. این خدمت است، این عبادت است. چاه کندن برای کسی که مثلا آب آشامیدنی ندارد، پل ساختن برای کسی، زیبا ساختن شهر، دهات، منطقه، ساختن دانشگاه ها یا پوانتون ها، مدارس، همه اینها چی است؟ خدمت است. همه اینها عبادت است. همه اینها عباداتی است مانند نماز و روزه و زکات که الله سبحانه و تعالی در مقابلش به ما چی میداد؟ اجر و پاداش میداد. بعد از اون الله سبحانه و تعالی میفهمد ولئن سألنی لأعطیته، اگر از من بخواهد به او میدهم. مرتبه استجابت شد در که الله سبحانه و تعالی وقتی کسی رو دوست داشته باشه دعای رو مستجاب میکنه. هر چه از من بخواهد به او میدهم. ولئن استعاذنی لأعطیته او عزیته، اگر که این به من به پناه ببرد من به او پناه میدهم. گاهی اوقات انسان در یک حالت تصادف خیلی وحشتناکی است که یعنی امکان زنده ماندن نیست و ما در زندگی خود خیلی انسان ها رو دیدیم. بله. اما این انسان از اونجا سالم بدونی که خراشی در بدنش باشد نجات پیدا می کند. بله. این چی است؟ الله سبحانه و تعالی حفظش کرده. چرا؟ چون وقتی که وقتی میگیم که حیات و ممات ما، زندگی ما لله رب العالمین، محیای و ممات لله رب العالمین، یعنی زندگی من برای الله پروردگار جهانیان. شما وقتی که از خانه خارج میشی بسم الله خرجت و علی ربی توکلت، یا بسم الله خرجنا و علی ربنا توکلنا. از خانه خارج میشی توکل به الله سبحانه و تعالی. چرا توکل به الله میکنی؟ چون الله رو دوست داری و میدانی که او تو رو دوست دارد، به خاطر همین خودتو میسپاری به الله سبحانه و تعالی. اینجا تجلی صفت حفیظ خداوند متعال است. بله. بعد از اون سوار ماشین میشی یا سوار اتوبوسی، مرکبی. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون. این چی است؟ یعنی تو به امید الله، با استعانت به الله، به نیت این که
هر چه به تو اتفاقی که در این دنیا میافتد به دست الله سبحانه و تعالی است و او میتواند همه خوبی های دنیا را به تو بدهد و میتواند همه خوبی های دنیا را از تو بگیرد و میتواند همه بدی ها را به یک انسان بدهد و همه بدی ها را از انسان دور نگه دارد. با این نیت و با این اعتقاد، به خاطر محبتی که به الله داری، بله. الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ تو را حفظ میکند. و این تجلی محبت الله سبحانه و تعالی است. بسم الله لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء. وقتی این دعا را میکنی، چرا؟ میفهمی پروردگار رحمان و رحیمی وجود دارد که تو را دوست دارد و تو را حفظ میکند. سبحان الله. خسته نشده شما؟ نیست. استاد خیلی جالب است محبت الله با بنده. اگر درست دقیق فکر کنیم که بنده با بنده که محبت داره، اگر یک چیزی میخواد در بدیلش چیزی هم وقتی که میته یگان خوبی میکنه، یک خوبی که کرد دوباره میخواد که از او خوبی ببینه. اما محبت رب متعال چقدر زیباست که هم بر بنده ها همه چیز مسخر گشتنده، خوبی ها داده و فقط از او چی میخواد؟ کارایی بکنه که به خوبی خودش است. چون الله سبحانه و تعالی نیازی ندارد. همه این عبادت ها و همه کارهای نیک که ما انجام میدهیم در حقیقت به خاطر خود ماست. استاد با اجازه شما یک وقفه بگیریم. دوست عزیز بعد از وقفه با ما باشین. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده. شک و یقین در وضو. عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. در صحیح بخاری حدیث شماره 137 و صحیح مسلم حدیث شماره 361 از عبدالله ابن زید ابن عاصم انصاری رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد که به هنگام نماز خیال می کند که چیزی از او خارج می شود. چه باید بکند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: نماز را قطع مکن مگر اینکه یقین داشته باشی که صدایی شنیده ای یا بویی احساس کرده ای. پاک شدن پوست مردار به وسیله دباغی. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: انما حرم اکلها. در صحیح بخاری حدیث شماره 1492 و صحیح مسلم حدیث شماره 363 ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدند گوسفندی را که از صدقه بیت المال به کنیز میمونه رضی الله تعالی عنها همسر خود بخشیده شده بود مردار گشته است. فرمودند: چرا از پوستش استفاده ننموده اید؟ گفتند: به خاطر اینکه گوسفند مردار شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: تنها خوردن گوشتش حرام می باشد، یعنی استفاده از پوست حیوان مردار بجز خوک
و سگ برای پوشاک و غیره بعد از دباغی رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم. با سلام مجدد خدمت تمام عزیزان و بینندگان برنامه لحظه های آسمانی. با استاد محمد انصاری هستیم و موضوع محبت با الله. استاد، وقتی که انسان میخواید در پی دریافت محبت الله است، یک بدیلایی است که باید بپردازه. بدیلا چی ها می باشه؟ یک صحابی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که ابن ماجه روایت میکنه، گفت یا رسول الله به من یاد بدهید که چگونه الله سبحانه و تعالی مرا دوست داشته باشد و هم مردم مرا دوست داشته باشند. چیزی است که یعنی شاید امکان نداشته باشه، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی زیبا این رو ارشاد فرمودن که در دنیا زاهد باش، یعنی از ملذات و شهوات دنیا خود را دور نگه دار. الله سبحانه و تعالی تو را دوست می دارد. و از آنچه که در دست مردم هست چشم خود را بپوشان. یعنی چی؟ یعنی چشمت به مال و منال مردم نباشه. یک کسی هست یک بار بهش زنگ میزنی، یک قرضی ازش طلب میکنی، بله. دفعه دوم که زنگ زدی تلفنت جواب نمیده. بله. بعدش میگه چرا شل از هر روز پول طلب میکنه از من. یکی از دوستان بود که همینطور عادی داشت صحبت میکرد، چطور هستی، خوب هستی، حال احوال فلان. گفت والا یک کمی مشکل مالی پیدا کردم، اگر که شما کمک بکنی. گفت الو صدا نمیاد. وقتی قضیه پول طلب شد گفت صدا نمیاد، بعد تلفن رو قطع کرد. وقتی که چشم به مال و منال مردم نداشته باشی مردم دوستت میدارن. اما وقتی که چشم به مالشان داشتی و احساس کردن که تو چیزی از اونها میخواهی، سعی میکنن که از تو دوری بکنن. اکثر انسان‌های پولدار و ثروتمند این گونه انسان‌ها رو دوست ندارن. عموم انسان‌ها اینطوری هستن. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که 4 چیز است که در دنیا اگر این صفت رو انسان داشته باشد، الله سبحانه و تعالی این انسان رو، این بنده رو چیکار میکند؟ دوست میداشته باشد. اول اینکه دنیا رو به دنبال ملذات و شهواتش نباشد. درست. دوم، انسان امانتدار باشد. سوم، انسان راستگو باشد. چهارم، انسان خوش اخلاق باشد. در این روایت ها آنچه که مهمه هست این است که این صفات رو وقتی انسان دوست داشته باشد، هم الله سبحانه و تعالی ما رو دوست می‌دارد و هم انسان ها دوست می‌دارد. وقتی شما انسان صادق و امانتدار باشی، این صفاتی است که الله سبحانه و تعالی دوست دارد. یعنی بله. وقتی خوش اخلاق باشی، اخلاق اصلا قرآن کتاب اخلاق است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم تا این پایه های اخلاق رو به تکمیل برسانم. میفرمایند که نزدیکترین شما در مجلس من روز قیامت خوش اخلاق ترین شماست. اخلاق خوب داشتی، هم الله تو رو دوست دارد و هم مردم تو رو دوست دارن. اما در اینجا موضوع دیگر، موضوع ترک دنیا مطرح شد که ترک شهوات و ملذات دنیا. آیا ترک شهوات و ملذات دنیا به این معنی است که ما ماشین خوب سوار نشویم، لباس خوب نپوشیم، خانه خوب زندگی نکنیم، از نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی در این دنیا به ما داده است از اینها استفاده نکنیم؟ این نکته رو میخوام در اینجا، شاید خارج از موضوع ما هم باشد،
اشاره بکنم که ترک دنیا ترک ملذات و شهوات دنیا که این همه به اون تشویق شده هست، به این معنی نیست که انسان ترک دنیا بکند و از این نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی داده استفاده نکند. از شما یک سوال بپرسم. بله. امروز شما موجی هستید، من بیشتر سوال کردم شما. آیا یک انسانی که ندارد، فقیر است، بله، ماشین خوب نمیتواند سوار شود، لباس خوب نمیتواند بپوشد، خوراکی خوب نمیتواند بخورد، ما میتوانیم بگیم این انسان زاهد و پارساست؟ نه. این توفیق اجباری است، یعنی ندارد که بپوشد. بله. زاهد و پارسا وقتی است که دارد اما ایثار و فداکاری میکند، بله، مستمندان و فقرا را به خود ترجیح میدهد و از آنچه که در این دنیا از ملذات و شهواتی که میتواند ولو این که مباح است استفاده بکند، استفاده نمی کند به خاطر خدمت به بندگان خدا. این از زهد و تقوا. وقتی که انسان داشته باشد، مثلا میگن والله سیدنا علی رضی الله تعالی عنه غذای به اصطلاح در خانهشان حضرت فاطمه غذا نمیپخت و ماها میگذشت و به اصطلاح دیگدان اینا آتشی روشن نمیشد. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها همچنین روایت ها است از دیگر صحابه و بزرگان و سلف. فلان امام بود مثلا یک دست لباس بیشتر نداشت یا در خانه فقیر در کلبه فقیرانه زندگی میکرد. اما آیا واقعا آنها نداشتند؟ داشتند. اگر حضرت علی اون غنایمی رو که در جنگ ها نصیبش شده بود و پیامبر بهش داده بود آنها را جمع میکرد، شاید در مدینه برای خودش 100 تا قصر هم میتوانست بسازد. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم به صحابه امر میکرد که برای من یک قصر بسازید، نمیساختن. کسانی که حاضر بودن جان و مالشان رو فدای دین بکنن، حاضر نبودن فدای پیامبر بکنن. آیا امام احمد، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و بزرگ سفیان ثوری و عبدالله ابن مبارک و حسن بصری و امینایی که در زهد و تقوا و پرهیزگاری به اینا مثال میزنن، آیا اینها نمیتوانستن برای خود قصرها بسازن؟ نداشتن؟ داشتن. پول هم داشتن، دارایی هم داشتن و میتوانستن یعنی از راههای مشروع برای خود میلیون ها درهم و دینار هم جمع بکنن، اما نکردن. این از زهد و تقوا پرهیزگاری. نه اینکه انسانی که ندارد، اصلا فقیر هست، هیچ نان خوردن هم ندارد، بگد والله من انسان بسیار زاهد و پارسایی هستم. نه، این توفیق اجباری است، این فضیلت نیست. متوجه هستید؟ در این حالت است که انسان میتواند بگوید که این انسان به اصطلاح زاهد و پارساست که از شهوات و ملذات دنیا با وجود این که در اختیار او است استفاده نمی کند و ایثار و فداکاری می کند و دیگران را ترجیح میدن. استاد، یک مسئله در ذهنم خطور کرد که بعض انسان ها به خاطر رسیدن به الله و به محبت الله رسیدن به انزوا میرن، ترک دنیا میکنن، از همه چیز در گوشه کلبه حجره می باشن و دائما در اونجا می باشن، فقط یک کسی می باشه برشان خوراک چیز می رسانه. آیا این درست است؟ آیا خدا به خاطر رسیدن برش همین کار لازم است؟ اشتباهی است که متاسفانه بعضی انسان ها از دین دارن، در حالی که الله سبحانه و تعالی ما رو تشویق کرده است به کار کردن. کار کنیم، زحمت بکشیم، درآمد داشته باشیم و الله سبحانه و تعالی میفرماید لیس للانسان الا ما سعی. این که ما بریم در گوشه بشینیم و بگیم که ما عبادت الله سبحانه و تعالی رو میکنیم، این دین اسلام نیست. این دینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن نیست. به شمول خود پیامبر صلی الله علیه و سلم که تجارت میکردن، در داد و ستد میکردن، در مدینه کار میکردن، همه صحابه بدون استثناء همه اینا کار میکردن، زحمت میکشیدن، تجارت میکردن و از راه حلال و تجارت و مالداری، زمینداری، دامداری کسب درآمد میکردن و زندگی خود را سپری میکردن. یعنی به این نبود که به اصطلاح محتاج کسان دیگر باشن و
کسانی برای اونها غذا بیارد و به اونها بدهد و اینا در گوشه بشینن بگن ما عبادت. اصلا الله سبحانه و تعالی به همچین عبادتی نیاز ندارد. پس کار غلط است. این کار 100% غلط و اشتباه است. یک چیز دیگری که در اینجا میخوام خدمت شما بینندگان عزیز بیان بکنم، شاید بعضی از انسان‌ها بگن که خب این کسایی که الله سبحانه و تعالی رو زیاد دوست دارن زیاد مبتلا به امراض و به مشکلات و به سختی‌ها میشن. بعضیا میگن که والا این هرچی مشکلات و سختی هاست در این کشورهای اسلامی است. فقر در کشورهای اسلامی است، زلزله میبینی اکثرا در این کشورهای اسلامی است، سیلاب در این کشورهای اسلامی است، همین به اصطلاح جنگ ها و یعنی اکثر ما نمیگیم این چیزای خوب است، اما یک نکته رو باید در اینجا بهش اشاره بکنیم که الله سبحانه و تعالی گاهی اوقات این ابتلاعات را و این مشکلات و این سختی ها رو به خاطر رفع درجات انسان ها، رفع به اصطلاح آن مقامی که انسان خواهد داشت در آخرت برای انسان ها قرار داده است، یا برای بیدار شدن و به اصطلاح هوشیار کردن انسان در دنیا. انسان وقتی که دچار غفلت بشود و الله سبحانه و تعالی را فراموش بکند. چون ما عقیده داریم که این دنیا 4 روز زندگی دنیا هست و زندگی پایدار و دوامدار کجاست؟ آخرت است. ما برای آخرت زندگی میکنیم. این دنیا به قول حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند، این دنیا مثل یک عابر سبیلی است که آمده است و مدتی زیر یک درختی استراحت میکند و دوباره به راه خود ادامه میدهد. این زندگی دنیای ما مانند اون استراحت آن شخص در زیر درخت است. ثانیاً ببینید گاهی اوقات شما به خاطر بی‌توجهی خودتان بی‌توجهی کردید، مادرت گفته که لباس گرم بپوش بیرون برو، شما نپوشیدید، با لباس نازک جوانی رفتید بیرون، بعد از آن بیمار شدید، سرما خوردید، میروید پیش دکتر. دکتر به شما چی میداد؟ دارو میداد، دارویی که تلخ است، دارویی که با خوردنش شما امکان دارد که حالتان هم به هم بخورد، اما شما این دارو رو میخورید. چرا میخورید؟ چون میدانید که این دارو برای صحتمندی شما، برای تندرستی شما فایده دارد، به خاطر فایدهش این رو میخورید. ابتلاهات و مشکلات و بیماری ها و سختی هایی که یک مؤمن در زندگی دنیا میکشد دقیقاً مثل همین است. ما به خاطر اینکه گرفتار یک بیماری هایی شدیم، الله سبحانه و تعالی دارویی برای ما تجهیز کرده است که نهایت تجهیز این دارو برای ما چی است؟ رسیدن به چی؟ به مقامی بالاتر، رسیدن به بهشت. الله سبحانه و تعالی ببینید در قرآن کریم در سوره عنکبوت میفرماید: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا انسان ها فکر میکنن که همین که گفتن که ایمان آوردیم خلاص تمام شد وارد جنت میشوند؟ نه، باید آزمایش شوند، باید دچار فتنه ها شوند، دچار مشکلات و سختی ها شوند تا اینجا معلوم شود که واقعا این ایمان درست است یا نه همینطور ایمان آبکی است. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یعنی الله سبحانه و تعالی میخواهد با بیان این که شما آیا واقعا مؤمن حقیقی هستید یا نه دروغ میگید، این رو انسان رو مورد ابتلا و آزمایش قرار میدهد تا آشکار شود که این انسان راستگو هست یا این انسان دروغگو هست. یا در سوره بقره آیه خیلی جالبی است که هم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. میگه آیا شما فکر میکنید که وارد جنت میشین همینطور مفت وارد جنت میخواهید شوید بدون اینکه اون مشکلات و سختی ها و به اصطلاح آلات شدیدی که اقوام قبل از شما گذشته بودند دچار آن شدن؟ حتی پیامبر و کسانی که با او بودن به درجه رسیدن که گفتن که این نصر الله، پیروزی الله کی است؟ چه وقت است؟ پس ابتلا و آزمایش برای این است که بنده
در پیشگاه الله سبحانه و تعالی امتحان پس بدهد. مانند این که شما 12 صنف درس خواندین، 12 کلاس درس خواندین، ابتدایی، متوسط، راهنمایی یا ثانویه به اصطلاح. وقتی که میخواید وارد دانشگاه بشوید یک امتحان دیگه هم از شما میگیرن، کانکور. بله. چرا؟ دیدش اینه سی که درس واقعا که شما خواندین. 3 درس خواندید یا نه. شما چقدر سختی میکشید برای این امتحان کانکور؟ بله. شب نمیخوابید، سختی، هیجان، قلق، اضطراب. به خاطر چی؟ که از این امتحان کامیاب بشن وارد دانشگاه. پس برای رسیدن به هر مقامی در این دنیا یک امتحانی است. میخواید وارد کار بشید یک جای، قبل از اون از شما امتحان میگیرن، مصاحبه میگیرن. بله. که آیا واقعا این مدارک شما رو میگیرن، اما بعد از اینکه این مدارک رو از دست شما گرفتن، آیا واقعا شما شایستگی این رو دارید که این کار، این وظیفه به شما سپرده بشه؟ پس در این دنیا هر جایی که هست امتحان است. یک به اصطلاح ملحدی بود، میگفت که چی از شما فقط مسلمان اعتقاد داره که خدا من ای امتحان میگیره، این امتحان است، این امتحان است، این هم سختی مشکل دنیا برای امتحان است، امتحان آزمایش اینا. گفتم پس من شما یک درخواست دارم، شما به عنوان یک آتیست یا بیدین یا یک ملحد، شما برید هر چه امتحاناتی که هست در همه دانشگاه ها مدارس همه رو کنسل بکنید. چرا؟ چون ظلم است این که ما بیایم مثلا بشینیم درس بخونیم آخر بریم امتحان بدیم. خب همه رو بدون امتحان ببرید دکتر بکنید، مهندس. نه خب این اینطوری دنیا همین است. الله سبحانه و تعالی همین را میخواد در زندگی برای شما. این کار درستی است، اما وقتی که الله سبحانه و تعالی میخواد درون تو را آزمایش بکند، ایمان تو را، محبت تو را آزمایش بکند، اینجا اعتراض میکنی؟ استاد با گفتن این حرفای آخریتان تقریبا 3 سوال مرا جواب دادین و حالا اینجا کمبود سوال پیدا کرد. استاد خیلی کوتاه، وقتی انسان محبت الله را کسب کرد، خیلی یک رابطه خوب با رب خود داشت، چی نتایجی به دست میاره؟ ببینید وقتی الله سبحانه و تعالی بنده رو دوست داشته باشه، در حدیث امام بخاری خیلی جالب این موضوع رو بیان میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرمایند وقتی که یک بنده رو الله سبحانه و تعالی دوست بدارد، جبرئیل رو میگه که ای جبرئیل، من مجیب الرحمن رو دوست دارم. جبرئیل در آسمان ها، یعنی در بین ملائکه، ندا می کند که ای ملائکه، الله سبحانه و تعالی فلانی را دوست دارد. شما تصور بکنین ملائکه‌ای که به اصطلاح مسئول حفظ شما هستند، ملائکه‌ای که مسئول نزول رحمات الهی هستند، ملائکه‌ای که مسئول به اصطلاح رزق هستند، مسئول حفظ انسان از مصیبت ها، از مشکلات و از سختی ها هستند. همه اینها این پیام را میشنوند که الله سبحانه و تعالی فلانی را دوست دارد. آیا امکان دارد که اینها در حق این بنده کوتاهی بکنن؟ شنیدن، همه شنیدن که الله سبحانه و تعالی فلان بنده را دوست دارد. پس اینا هم سعی میکنن که این بنده را دوست بدارن، چون که اینا ملائکه موجوداتی هستن که لا یعصون الله، نافرمانی الله سبحانه و تعالی را نمی کنن و هر چی که الله امر بکند و هر چی که الله بخواهد اینا انجام میدهند. وقتی اینها بنده رو دوست داشته باشن، همه زندگی رو برای بنده انوار میکنن. چه ملائکه‌ای که همراه ما هستن، چه ملائکه‌ای که مسئول رزق و روزی و به اصطلاح حل مشکلات هستن. وقتی که اهل آسمان انسانی رو دوست داشت، ملائکه، الله سبحانه و تعالی محبت این انسان را در دل انسانهایی که در زمین هستن قرار میداد. میبینید یک انسانی هست هیچ خدمتی هم به شما نکرده، هیچ کاری هم نکرده، اما شما این انسان رو دوست دارید. این محبتی است که الله سبحانه و تعالی محبت این انسان رو در دل انسانها انداخته. گاهی اوقات میبینید جناب حضرت مولانا شیخ الحدیث و القرآن فضیلت الشیخ علامه دکتر و 100 تا شهادت نامه و به اصطلاح
از دانشگاه های مختلف دارد و حافظ بخاری و مسلم و کتب سته و قرآن کریم و فلان و فلان علان است. یک انسان دیگه، یک خطیب خیلی ساده ای است که 4 کلمه حرف از ته دل میزند. این نفر رو مردم دوست دارن اما اون رو دوست ندارن با همون نام با همه اون چیز. چون این محبت ناس، محبت الله، محبت ملائکه با علم و با پول و با این امکانات به دست نمیآید، با تقوا و پرهیزگاری به دست میاد. وقتی شما به مرتبه تقوا و پرهیزگاری رسیدی، الله سبحانه و تعالی شما رو دوست داشت، جبرئیل شما رو دوست داشت، ملائکه شما رو دوست داشت. در میان اهل زمین هم این قبول و این محبت و این صمیمیت شما رو الله سبحانه و تعالی قرار میدهد. به خاطر همین انسان همیشه باید محبت الله و رضای الله رو در نظر بگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر انسان به خاطر رضای الله کاری رو انجام داد و مردم از انسان ناراض شدن، یک کاری رو، یک عملی رو انجام دادی به خاطر رضای خدا اما مردم از تو ناراض شدن، در آخر هم مردم از تو راضی میشن، در آخر هم الله از تو راضی است. اما اگر به خاطر رضای مردم نارضایتی الله رو کسب کردی و عمل زشتی انجام دادی که بذار مردم بد نگن، در آخر چی میشه؟ هم امین مردم از تو ناراض میشن و هم الله سبحانه و تعالی از تو ناراض است. پس اصل بر این است که انسان باید رضایت الله سبحانه و تعالی رو کسب بکنه. دقیقاً مثل همین حدیث در روایت مسلم اضافاتی دارد که میگه که اگر الله سبحانه و تعالی کسی رو بد دید، ملائکه او را بد خواهند دید و این بد دیدن در نزد اهل زمین هم الله سبحانه و تعالی قرار خواهد داد. سبحان الله. و مخاطر هم در نزد خدا بد، هم در نزد ملائکه بد و هم در نزد اهل زمین بد، که الله سبحانه و تعالی ما و شما را نجات بدهد. پس وقتی که انسان محبت الله رو به دست آورد، نتیجهش میشه که محبت الله و ملائکه و انسان ها رو به دست میاره. یعنی محبوب همه میشه. انسان باید ببینید، انسان باید الله سبحانه و تعالی را از همه چیز بیشتر دوست داشته باشد. این محبت حقیقی است. در سوره توبه آیه 24 است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوم الفاسقين. میگه اگر که الله برای شما، تصور بکنید پدرت زیاد دوست داری یا الله رو؟ رب. این باید واقعی باشد. انسان باید پروردگار رو از پدرش، از مادرش، از فرزندانش، از قومش، از قبیلهش، از مالش، از تجارتش، از خانهش، از زندگیش، از قومش، از کشورش، از همه چیز بیشتر دوست داشته باشد. ببینید بعضیا رو میگید که الله سبحانه و تعالی انسان قوم پرست را دوست ندارد، اما این انسان میاد که والله وطن برای ما خط قرمز است، قوم برای ما خط قرمز است، خدا گفته باشه، پیغمبر گفته باشه، اما وطن است، قوم است. این انسان دروغ میگه، الله رو دوست ندارد. محبت الله باید بالاتر از محبت همه چیز باشد، همه کس و همه چیز. اگر این گونه انسان محبت الله سبحانه و تعالی در وجود خود قرار ندهد، الله سبحانه و تعالی عذابش را بالای این گونه انسان ها نازل می کند. این در این آیه خیلی واضح میگه که منتظر باشید که از جانب الله سبحانه و تعالی یک بلایی سر شما بیاید، چون که این گونه انسان هایی که قوم و قبیله و پدر و مادر و خیش و تجارت و مال و اموال و زندگی دنیا رو ترجیح بدهن به محبت الله سبحانه و تعالی، این انسان ها چی هستن؟ انسان های فاسق هستند. بله. خداوند میگه که ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. چطور الله سبحانه و تعالی رو باید دوست داشت؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بگو که اگر الله سبحانه و تعالی رو دوست دارید، از من محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنید. پس وقتی به طرف میگی که فلان کار تو خلاف سنت است،
بیادر چی کار داری به تو؟ شخصیت ما امیر خان است. این مسئله شخصی است، به شما مربوط نیست. پس این انسان نه الله رو دوست دارد و نه پیامبر رو دوست دارد. چون اگر الله رو دوست می داشت قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر واقعا الله رو دوست دارید از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید، از محمد مصطفی پیروی بکنید. چون پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نشان دهنده چی است؟ محبت الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بازم یک سوال از شما بپرسم. استاد وقت ما خیلی کم است. سوال آخر. اگر شما کسی رو دوست داشته باشید، بله، دوست دارید که نافرمانیشو بکنید؟ نه خیر، دوست دارید مخالف میلش عمل بکنید؟ اصلا. پس واقعا اگر کسی الله سبحانه و تعالی رو دوست دارد، نباید مخالف اوامر، مخالف میل و مخالف آنچه که الله سبحانه و تعالی به او دستور داده است عمل بکنه. خیلی تشکر استاد محمد انصاری. تشکر دوستای عزیز از صبر و تحملتان و این بود یکی از برنامه‌های دیگر لحظه های آسمانی. تا دیدار دیگر، برنامه دیگر، الله حافظتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو ببر. رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر، با قدومت فیض آر و دیده نم رو